وقتی عبدالله ابن عمر بزرگ شد، مردکی کلان شده بود، میگه نزدش می اومدن که یا صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان وصیت در زندگی و حیات بکنمون همیشه تأکید میکرد، میگفت اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، سحر وقتی از خواب خستی منتظر بگاه نشو، شاید در طول روز خداوند متعال جان تو را قبض کنه. و اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، بگاه وقتی که خونت اومدی شب انتظار نشه که ولی پگاه شب فلان میکنم و فلان میکنم، آماده باش، شاید که خدای تعالی اجل تو را مقدر کرده باشه در همین شب جان بتی. یه بچه با چشمای خودمون دیدیم، خیال میکنم همه مردم میدونن ایرا، آدمای سالم و تندرست که که میزنن تلخون میکنن، همین در یه لحظه با یک پوف جانشون ابرویه میروه. اوکی آدم دم میگن، غیر پروردگار کسی نمیدونه که همون ساعت اجلی هر کدوم ما و شما کیه. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، هیچ شخصی نمیدونه که همین پگه با او چی واقعه رخ میده. و ما تدری نفس بأی ارض تموت، و هیچ انسان نمیدونه که در کجا میمره، در چه حالت میمره. پس مسلمان حقیقی کسی را میگن که آماده هست، همیشه تیاره، همین ساعت اجل کشید تازان و شتابان به سوی پروردگار میروه. حضرت مولوی میگه هیچ مرده نیست پر حسرت زی مرگ، حسرتش زان است کش کم بود برگ. یگان مرده غم نمیخوره ای مرده، اوی مرده الحقه رفتند رویم باز آیند روند. همین غم و مصیبت مرده فقط در چیه؟ ای کاش که توشه می داشتم، ای کاش که توشه زیادترک می گرفتم، ورنه از چاه به صحرا افتاد، در میان دولت عیشی کشاد. آقا این دنیا چی داره که غم بخوری؟ ایا چاه تنگ تاریک با یک صحرای وسیع پروردگار میغلطه، زین مقام ماتم ننگین مناخ، نقل افتادش به صحرای فراخ. و ارض الله واسعه میگه خدای تعالی. آقا یک دنیای وسیع هست که یک نعمتای داره که جای غمخوری نیست. اما در دنیا که عملی کم کرده باشه میگه کاش که زیادترک بکرده. اونایی که معصیت آلود هستن به عذاب و غضب خدا گرفتار میشوند، دایم فقان گریهش و همی است که ای کاش که عبادت میکردم که امروز از غضب خدا نجات میافتم، امروز وارد جنت میشم. حتی کسایی که خدای تعالی اونا را مستحق رحمت کرده است، داخل جنت کرده است، همونا را هم ندامت پشیمانی دارن. ان اهل الجنه لا یندمون علی دنیا الا علی ساعت مرت بهم فی الدنیا فلم یذکر الله تعالی فیه. اهل جنت میگه به هیچ چیزی دنیا ندامت ندارن، پشیمانی ندارن، مگر به همون ساعتی که در دنیا سپری کردند، یاد خدا نکردن، ذکر خدا نکردن. نباشه که خونش بسوزه همین چیه. برای همین برادرای عزیز، جوانیم، پیریم، مردیم، زنیم، همیشه باید همین آماده و تیار باشه. همین آدمی که نمازش میخونه، آدم اهل مسجد است، آدمی که به آمدن ماه شریف رمضان خرسند میشوه، ماه خوب استقبال میکنه، به خدا قسم مردن هم براش آسانه. در همون لحظه های آخر حیات همین تسکین قلب شد که من خدا را شکر من توشه دارم، دستی خالی باد نرفته استم. برای همین مردی مسلمان باید همیشه آماده باشه. اوکی از اجل کو گرفته نمیشید است. مأمون رشید فرزند هارون رشید، این شخص زیاده از 20 سال، حتی در روایت اومده است 23 سال پادشاهی کردگی. این مردک در حق مسلمانان واقعا بعضی جورها هم کرد. زمان محنت، همین محنت قرآنی دوره همین آدم بود، معتزلی شده بود، مسلمانان را مجبور میکرد که بگن که نعوذ بالله قرآن مخلوقه، همینطوری عقلگرا شده بود. اما ساعت اومد که مرگ اومد در شکفت، میگه در جا 6 تا بود، گفت لباسام بیاره، آوردنش 1000 لباس زیادتر از تمام نمود و تمام رنگ تمام شکل. میگه با دستش میگرفت همین تا لمس میکرده، آب دیده قطعی میگفت ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. این مال و ثروت
جان من نخرید، این نجاتم نداد. هلک عنی سلطانیه، دیگه سلطانی و پادشاهی و حکومت همه از دستم رفت. پدرش هارون رشید اینم مدت زیاده از 20 سال حکومت کرده است. هارون رشید زمان حکومتش زمانی اوج ترقیات تمدن بشری بود. یگان دولت دنیا را با دولت عباسی ها با خلافت اسلامی قیاس کرده نمیشید. در زمان هارون رشید حضرت همی شهری رای میآید بیمار میشود. در سیر 46 سالگی حال جوان بود، پادشاه حکومت به حد کلان دولت که اگر ابر در آسمان میدیده است میگفت است ای ابر بسیار کتگی نکن، به هر سرعت حرکت کنی باران تا در ملک من میبارونی، ای ملک من خارج شده نمیتونی. بیمار شد. وقتی که طبیب ها همه در علاج کارش بیچاره شدن، چون به یقین فهمید مسلمان بداخل گفت به همین زندگی قبر ما بکنه. قبرش کندم. شبانه گفت برای این که یک لحظه ما ببینم. بردنش امر کرد در داخل لحد رو آوردنش. میگه آبای دیدش جاری شد. بعد دستا را برداشت و التجا و به گردن کش دعا کرد پیش پروردگار. یا من لا یزال ملکه ارحم الی من قد زال ملکه. ای پروردگاری که ملک تو زوال نداره، ای خدایی که ملک تو جاودانی است. بر کسی که دعوای حکومت پادشاهی میکرده امروز ملکش زایل شد، ملکش زوال یافت، حتی خودت ترحم کن، غم جان من خودت بکش. سبحان الله. پس وقتی که میدونیم که آخی مرگ یقینی است، از چنگال اجل کسی گریز نداره، مگر بهتر و خوبتر اون است که تیار شویم، آماده شویم. آخی ما اگر آماده شویم دیگه غم اندوه نمیخوریم در آخر ساعتهای حیات. میگه حضرت بلال در سکرات مرگ زنش میآید در پیشش، وا کربا وا مصیبت ها گفته گریه داره. میگه زنگی تری نگو، بگو وا تربا غدا القی احبه محمدا و حزبه. تو وا تربا بگو، وا شادی و خرسندی بگو. من پگه دوستام وا میخرم، محبام وا میخرم، محمد صلی الله علیه و سلم، صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم وا میخرم. الله اکبر. اگر نمیخیر تیار که باشیم مثل حضرت بلال آماده باشیم، با خدا قسم به یک خشی و خرسندی استقبال میکنیم. و این مادر هم الحمدلله مادر صالحه که فرزندای خوب صالح تربیت کرده است و کمال رسانده است. از زمره همون مادرایی هست که انشالله خیال میکنم که به یک وقتی خوش الی رفیق الاعلا گفته جان به جان و فرید تسلیم کرده. پروردگار بزرگ رحمت مغفرت کنه مادر. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. همیشه در حق شد دعا کن پروردگار و پدر و مادر من مغفرت کن، همچنانه که آخی من خرد بودم، اینا مرا کلان کردن، اینا مرا آدم کردن. اگر هم پدر و مادر نمیشید ای کجا به این درجه و منزلت میرسیدی؟ جوان سر از راه مادر بتافت. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را قصه میکنه. جوان سر از راه مادر بتافت، دل دردمندش به آذر بتافت. یک جوان میگه یه روز مادرش چی کارش میفرمه که سرکشی میکنه، گوش نمیکنه. آقا دیگه مادر از زورش نرسه که برای یه شپلاقش بزنه. این سلمه ترگل دیگه بزبله شد است، آقا زوری مادر نمیرسه. چه بیچاره شد پیشش آورد مهد که ای سست مهری فراموش عهد، نه در مهد نیروی حالت نبود. کمپیر وقتی دید که گپش گوش نمیکنه و سرکشی داره، اطاعت نمیکنه، پسند نکرد است مادر، همو گواره را که کلان کرده بود همو گواره را گرفت آورد. آخه این مادر نسبت فرزند هم که محبت داره که همو گواره که بچه‌ش کلان کرده اون نمیپرتوید. اگر چند هر کلنه که زود ببینه براش یک گواره نو میارن، لیکن همو که نگه میکنن. میگه همو گواره را در دستش گرفت آورد که ای سست مهری فراموش عهد، نه در مهد نیروی حالت نبود، مگس راندن از خود مجالت نبود. گفت پیرخر تو همو اینستی که در همی گواره خواب بودی، پشه را ای خودت راندن نمیتونستی، خودت تازه کردن نمیتونستی، احتیاج به من داشتی.
تو آنی که از یک مگس رنجه‌ای که امروز سالار و سرپنجه‌ای. تا همون شخصی هستی که یک پشهک آزارت میداد امرا دور کردن نمیتونستی. اگه امروز قوت یافتی و امروز با قوت شدی و گردنت غوث شد، امروز دیگه مادر برای تو هیچی نیستی. به حال رسی باز در کار گور که نتوانی از خویشتن دفع مور. به حال رسی باز در کار گور که نتوانی از خویشتن دفع مور. ولی با به حال میرسی که کرمای لحد بدن همه خرن دیگه از دستت کار ساخته نمیآید. برای همین سعی کنه برادرای عزیز، این پدر و مادرها برای شما را به خدا قسم یا نعمت الهی هستند. خداوند یا امتیازی بزرگ برای همون کسایی که پدر و مادر را در یافتیان دادگیان و خدا برکت بده. قاری علی جان ما را برادروشا که همین امانت بالای چشم سر نگه داشتن، خدمت مادر را کردن، دعای مادر را گرفتن. سحر تلفنم کرد قاری علی جان آب دیده قطی گریه قطی ببینید در 20 سال که مادر ترک میکرده عالم فانی را بدرود گفت و عالم باقی رفت دوبلا ده حقش دعا کرد. ببینه الله اکبر. همین فرزند خوب صالح همیشه ده حق مادر میسوزه. انشالله من یقین دارم که همین خدمتایی که کردن، این دعاهایی که گرفتن، اینا هرگز ضایع نمیشوند. خداوند سربلندی و سعادت دنیا و آخرت نصیب شو میگردونه. من یقین دارم که همین خیلی که خدمت مادر را کردن انشالله از فرزنداش همین خیلی خدمت هم میبینن. پروردگار مادر را رحمت مغفرت کرد. خداوند به خاطر ایمانی که به ذات پاکی تو داشت، به خاطر محبتی که به حبیب محمد صلی الله علیه و سلم داشت، به خاطر آنکه فرزندای صالح و سالم و محب خادم شریعت تربیت کرده و کمال رسونده است، پروردگار فردا روز قیامت همراه بیبی خدیجه کبرا و بیبی عایشه و بیبی فاطمه محشورش بگردان و از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردارش گردان. از دیدار به مثالت پروردگار رو در جنت نصیبش بگردان و با فرزندا و پیوندا و قوم در این مصیبت یک صبر جمیل را ارزانی داد. و خداوند خدمت‌های فرزندای این مادر برای دیگران را یک درس عبرت قرار ده. برای او کسایی را که پدر دارن یا مادر دارن یا خدا داد دستش که هر دش در پیش هستند که تا جای میتونن خدمت مادر را کنن، خدمت پدر را کنن، دعای پدر و مادر را بگیرن. انشالله با دعای پدر و مادر الله تعالی انسان همراه پیغمبران محشور میگردونه. اللهم اغفر لها وارحمها واكرم نزلها ووسع مرقدها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وادخلها الجنه واعذها من عذاب القبر وعذاب النار. رب العالمين.